درمان رایگان حق شماست، حق مردمه، اگر بتونین هزینه‌ش رو بپردازین. یعنی چی؟ الان میگی چرت و پرت میگی، مرد میگی رایگان مگه هزینه داره؟ بله، رایگان هزینه داره. معمولا چیزهای رایگان خیلی گرون در میان، خیلی گرونتر از چیزهای عادی در میان. ببینید مثلا فکر کنید دولت اعلام کرد از امروز گوشت رایگانه، پروتئین کم شده، مصرف پروتئین مردم کمه، از امروز گوشت رایگان میکنیم، مردم بخرن، عشق کنن، گوشت بخورن، کباب بخورن. چه اتفاقی میفته؟ از فردا من و شما صبحونه نهار شام کوبیده برگ میزنیم. چی میشه؟ میریم رایگان دیگه، مفته. همه میریم جلوی قصابی‌ها و فروشگاهایی که گوشت میفروشن صف میبندیم که آقا به ما گوشت بده. خب این صف که طولانی شد به یه تعدادی میرسه، به یه تعدادی نمیرسه. اونایی که نزدیکن به اون دوست قصابمون یا اون فروشگاه میان شبونه وانتو پر میکنن، گوشتا رو ور میدارن میبرن واسه خودشون. صفه. خب صف همین جوریه، یعنی یک جای یه منبع ارزونی رایگانه، همه دنبالشن. کسی که نزدیکتره به منشأ، کسی که نزدیکتره به منبع میتونه به راحتی دسترسی داشته باشه. اون که وانت گوشت رو برد به شما گوشت نمیرسه. در کوتاه مدت چه اتفاقی میفته؟ میشه بازار سیاه. اونی که یه وانت گوشت برده به شما که گوشت نرسیده میگه پس پس بیا گوشت میخوای؟ من دارم، کیلویی فلان قدر، میخوای بهت بدم؟ نمیخوای؟ نه دیگه نمیدم بهت. خب حالا این در صورتیه که این دولت بیاره پول اون دامدار بدبخت رو بده ها، اونی که یعنی گوشت واسه شما تامین کرده رو بیاره بده پولش رو. اگه نده که خب دامدار میگه اصلا ولش کن، وقتی پولمون به موقع نمیده نمیصرفه چیکار میکنم؟ میگیرم در رو میبندم در دامداری و ولش میکنم و واسه چی وقتی پول به دستم نمیرسه کار کنم. در طولانی مدت ما هر روز صبحونه نهار شام گوشت میخوریم، مقدار گوشتی که داریم تامین کننده نیست، کافی نیست. پس ما باید هی دامداری ایجاد کنیم، هی دوباره مرغداری بزنیم، هی گوشت و مرغ تولید کنیم. تمام پولی که قرار بود واسه چیزای دیگه صرف بشه میره پای دامداری ساختن، میره پای تامین گوشت. دولت که از جیب باباش نمیاره پول بده، همین پولای ماست دیگه، یا از شما مالیات گرفته داره میره به جاش دامداری میزنه، یا منابع فروخته، نفت فروخته، گاز فروخته، مس فروخته، صادر کرده، پولای اینا رو میاره میده به چی؟ به گوشت. بعد ما میایم مثلا 4 نفریم 18 سیخ کوبیده میزنیم شام و میگیم ول کن ما مفته دیگه، بقیه رو میدیم گربه میخوره. یا فکر کنید فردا، این خیلی اتفاق افتاده، خیلی جا وعده دادن حمل و نقل رایگان، فکر کنید فردا گفتن که اسنپ رایگانه، اسنپ مفته. چه اتفاقی میفته؟ من و شما تا سر کوچمونم پیاده نمیریم، با اسنپ میریم، تعداد سفرها خیلی خیلی بیشتر میشه، مصرف بنزین، روغن، لاستیک خیلی بیشتر میشه، ماشینا مستهلک میشن. همه اینا رو کی باید بده؟ دولت باید بده. به علاوه اون راننده اسنپ عزیز مثلا نمیاد، همراه همون خانواده‌اش، فامیلاش خودشون سفر میزنن، هزینه میندازن، لغو میکنن، اصلا اون لازم نیست دیگه پاشه بیاد بیرون، چون پولشو قرار از دولت بگیره هر سفری که میزنه. اونی هم که میاد کار میکنه ممکنه بیاد وقتی شما رو سوار میکنه بگه که 200,000 تومان مثلا نقد بده که من تو رو برسونم، اگه ندی نمیرسونم. یعنی یه بازار سیاه هم همونجا ایجاد میشه. ببینید اینا رایگان شدن، در نهایت یا بازار سیاه توش ایجاد شد یا یه اتفاقی افتاد که ما نمیتونیم بهش دسترسی داشته باشیم، یا دسترسیمون با پولهای کلانیه که توی بازار سیاه تعیین میشه، یا دولت اصلا نمیرسه هزینه اینا رو بده دیگه، اینا کار نمیکنن، اسنپ کار نمیکنه کسی. اونی هم که واقعا نیاز داشت با اسنپ جابجا بشه دیگه نمیتونه جابجا بشه. سیستم درمانم همین جوریه، هیچ فرقی نداره با جاهای دیگه. هر چیزی رو شما بخواین من میتونم واسهتون مثال بزنم که اگه رایگان بشه چه اتفاقی میفته. سیستم درمانم اگر رایگان بشه چی میشه؟ همه هر روز میرن دکتر، یعنی میره دکتر اون آدم
من بیحال شدم یه سرم بزن، هفته یه بار میره چکاپ میده، ماهی یه بار میره چکاپ میده، بعد سونوگرافی، هی پشت سونوگرافی اینا انجام میشه. هزینه اون کادر، هزینه دستگاه‌ها، هزینه ساختمون بیمارستان، هزینه تخت‌ها، همه اینا رو باید کی بده؟ دولت بده. خب وقتی بخواد این پولا رو بده، دوباره از کجا میاره؟ از پولایی که شما دادی میاره، از منابع میاره، از درآمد دولت میاره. دولت از آسمون که پول نمیاره. خب اینا رو مجبوره به جای اینکه بره نیروگاه بسازه، بره نمیدونم پالایشگاه بسازه، بره جاده بسازه، زیرساخت بسازه، مجبوره بیاره خرج به کمپلکس و نوروبیون و زینک و ویتامین سی بکنه. بعد شما هی ماهی یه بار برین چکاپ بدین که مطمئن بشین چیزیتون نیست. و همه این هزینه های سرسام آور، همه این هزینه هایی که چندین برابر حالت عادی شده، غیر ضروریه. و شما این هزینه های غیر ضروری رو دارین از جیبتون میدین، در حالی که اینا میتونست بره تبدیل به زیرساخت بشه، تبدیل به چیز به درد بخور بشه و شما بتونین ازش استفاده کنید. حالا بازم میگم اینا در صورتیه که دولت بیاد این پولا رو سر وقت بده. دولت پول داشته باشه بتونه اینا رو سر وقت بده. همینجا هم دوباره بازار سیاه ایجاد میشه. یعنی شما از بس مراجعه کننده داریم به دکتر، اون دکتر هم دیگه دسترسی بهش سخت‌تر میشه. شما مثلا میرین دکتر، میرین 500 نفر تو صف وایسادن، نمیتونین برسین، منشی دکتر صدات میکنه میگه بیا، اگر میخوای، اگر ناچاری ضروریه، مثلا دکتر شب ساعت 2 به بعد میتونه بیاد تو خونه ببینه، 10 میلیون هم پول ویزیتشه. شمایی که مجبوری، ناچاری، میای این پولو میدی، نمیتونی کاری بکنی. اونی که مثلا میخواد عمل بشه، میره میبینه 50 نفر توی صف عمل وایسه، 70 نفر توی صف عمل وایسادن. خب شما مجبوری بیاری اون پولو حتما بدی. الان هم تقریبا همین جوریه دیگه. بیمه پول نمیده، تعرفه هایی که میذارن غیر واقعیه، خیلی پایینه. هم تعرفه عمل نمیدونم آپاندیس توی بیمارستان دولتی نزدیک 2 میلیون، شاید کمتر. اون جراحی هم که مثلا میاد عمل کنه میگه خب دیوانه نیستم که با 2 میلیون شکم یکی رو وا کنم، یه 20 میلیونم بیار بده. چیز رایگان هیچ جا هیچ جوره خوب نیست. هر چیزی که رایگان باشه اینفیشنت میشه، بازدهیش به شدت میاد پایین، مصرفش به شدت غیر ضروری میشه و کسانی که نیاز دارن بهش دسترسی پیدا نمیکنن. یعنی اون پولی که دولت میتونه بده داروی سرطان وارد کنه، میتونه بده نمیدونم انسولین وارد کنه، داروی فشار خون بیاره، اتاق عملش رو تجهیز کنه، تجهیزات بیمارستانی بیاره، مجبور بده پای آزمایشات روتین غیر ضروری، پای ویتامین و اینجور چیزا و اون ویزیت های غیر ضروری که انجام میشه، اون کارهای غیر ضروری که انجام میشه. من مثلا نشستم توی مطب 500 تا ویزیت میکنم روزی، هم سرماخوردگی، بی حالم، سرماخورده، احساس میکنم گرمم، احساس میکنم سردمه، همه اینا پول ویزیته دیگه. اون دولت باید همه رو بده.